الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه نسیم رحمت و در خدمت جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد. جناب استاد، به برنامه خودتان خوش آمدید. اهلا و مرحبا. تشکر. بینندگان عزیز گرامی، در برنامه دیروز در مورد فقه اسلامی صحبت کردیم و گفتیم که فقه برای حل مشکلات جامعه در همه جوانب از طرف علمای بزرگوار اسلام بر اساس قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تحریزی شده و ویژگی های فقه اسلامی رو در موردش جناب حضرت مولانا مطالبی رو ارائه کردن که از این جمله میتوان به ربانی بودنش، کمالش، وسطیت، ابدیت و شمولیت فقه اسلامی اشاره کرد. در لحظات پایانی برنامه در قسمت اول در مورد تعصبات مذهبی بعضی از مطالب رد و بدل شد و قرار بر این شد که امروز در مورد تعصب مذهبی صحبت بکنیم که حقیقتا یکی از مشکلات بزرگی است که در بعضی از جوامع متاسفانه وجود دارد. امروز در مورد قضیه تعصب و تعصب مذهبی میخوایم صحبت بکنیم و با جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد هستیم و قضیه تعصب یکی از مشکلاتی است که از زمانی که انسان‌ها بر روی کره زمین زندگی کردن این مشکل وجود داشته. تعصب در مورد زبان، تعصب در مورد قوم، نژاد و اینکه تعصب از کجا شروع شد و تعصب چگونه پدید آمد از جناب حضرت مولانا میپرسیم و در پای صحبت ایشان. تشکر استاذ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه اجمعین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. استاذ، دیروز چند نکته بسیار مهم داشتیم. یکی که اساس و زیربنا اصلی در فقه اسلامی کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و با او اساس تمام بزرگای ما، شما هم از همه مذاهب، چه احناف بوده باشه و چه سه مذهب دیگری بوده باشه که در اینجا ما نمونه هم بعض اقوال جمع شده، بله، که اونها امیر میگن که هر قول و سخنی که خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرآن و سنت باشه و در حقیقت قول مذهب نیست. درست. و ما این تعبیری که از امام ابو حنیفه رحمت الله علیه آمده که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. درست. یعنی وقتی که حدیث صحیح دین در حقیقت قائل از او
از مذهب بیرون نمی شود، عاملی از او از مذهب بیرون نمی شود، زیرا کار مذهب همی است که به کتاب و سنت عمل بکنه. درست. یعنی اقوال مذاهب خارج از قرآن و سنت نیست؟ قطعا نیست. ما یگان بار به بعضی از دوستا عرض کردم، مگه شب یک جمله معترضه بار یک مذاق واردیه، ما در یک جای محاضره داشتم و گفتم هر جا شما ثابت بکنین که در یک جای مذهب خلاف سنت رسول علیه السلام موضوع را مطرح کرده، میشه شما را برام بکنید. باز دیدم که یک جوان خیست که این پیامبر خدا علیه السلام و حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها میفرماید که اذا مت غسلتک، عایشه وقتی که تو وفات کردی ما تو را غسل میدم. درست. بنان شما احناف چرا سر از این حدیث عمل نمیکن و اجازه نمیدین که شوهر زن خود را بشه؟ درست. بعد ما برعرض کردم که خب از چندین وجه هم باید این موضوع را بررسی بکنن، هم از نظر سندی که حدیث در کدام مرحله است، درست، و هم از نظر تحقیق اصولی که حدیث در کجا تنظیم می شود. بحث سندیش گفتم مگذاریم، بحث از که حدیث از رسول علیه السلام است و ما ببینیم که وقتی که قضیه در عرف به یک منوال زیبا روان بوده باشه، قولی از پیامبر علیه السلام میگه که عرف را مشکنانه. ما با اصول فقه که مراجعه میکنیم به ما میگه که از جمله اختصاصات است. مثلا رسول علیه السلام در یک مجلسی بود، یک یهودی ادعای خود را مطرح کرد، پیامبر خدا به صحابه رو آورد که کی شهادت میده که من حق از یهودی را دادم؟ کلگی چوب شدن، چرا در قضیه معلومات نداشتن. درست. یک صحابی دست خدا بلند کرد که یا رسول الله من گواهی میتونم که تو حق از را دادی. پیامبر خدا برگشت که تو چی میدونی؟ این دو مجلس بودی؟ نه از قضیه خبر داشتی، پس چطور گواهی میدی؟ بعضو میگه که یا رسول الله تو از آسمان با ما صحبت میکنی، ما قبول میکنی دور پا یهودی که قضیه را باز دیجا تو غلطی میکنی و حقش میخوری، رزیل خدا دروغ میکنی و تو راست میگی. پیامبر خدا گفت که من شهید له خزیمه کفا، خزیمه که گواهی بدهد کافی است. یعنی ضرورت نیست که یک شاهد دیگه هم بیاد، در حالی که در هر مورد باید دو شاهد باید باشه. اگر خزیمه شهادت داد کافی است. این از جمله اختصاصات میدانیم. حالا یک کس دیگر که خزیمه نباید یک جای بکنیم که اینجا خزیمه میتوشد. حضرت عایشه رضی الله عنها از خانمای پیامبر خدا بود که بسیار نازدانه بود، هم از نظر خردی سنش و هم از تیزی و بسیار تیزهوش بود، به اصطلاح بگم اندک رنج بود، بسیار چیزها را حساس میگرفت. پیامبر خدا برای خوشی و تبخوشی و اینکه دل برش بته و امید برش بته بس میگه عایشه تو چقدر دوست دارم، اگر مردی ما تو را غسل میدم. فکر بکن که محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم، این در حقیقت امو اظهار محبت و اظهار امو دلش است که برای از او میدهد. بنان کسی دیگر اگر شامل از قضیه کردی امو خصوصیت از بین میرود، امو جایگاه از بین میرود. بنان احنا نگفته که حدیث قبول نداره، می حدیث ما برای حدیث منبع میده و جایگاه قائل میشه. و سومی که اگر شوهر خانم خدا باشه ششت، یعنی چی؟ کدام ثواب برش زیاد است؟ به این مرتب کدام سوال جواب سرش آسان میشه؟ ششتن است. سه، اگر شوهر خانم خود را باشه تنها خود مرده ششته نمیشه. درست. پس یکی را پهلو بته، یکی باید آب بریزه، یکی باید بالا و پایین بکنه، یکی در کفنش کمک بکنه. این کاره که میکنه در حالی که میت لچ است و زنهای دیگه هم اونجا باشه. زنهای دیگه هم وجود داره. ولی شوهر چگونه جرأت میکنه که در مقابل خواهر از او، در مقابل این آن باید دستک زده میره چرا؟ علامت لغسل تو. بنان این طبیعت انسانی ما قبولش نمیکنه، عرف ما قبولش نمیکنه. از این خاطر میگه که وقتی کدام ثواب هم سرش مرتب نمیشه، کدام اختصاص خاص دیگری هم نداره. ولی چرا شما شل هستین که حتما باید
سرزی عمل بکنه. یا مانند حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه رمضان میبوسیدن همسرشان قبل از اینکه به طرف مسجد برن. بله. یا غیر از رمضان. و خود حضرت عایشه در پایان حدیث میگه که با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیشتر از شما خودشان میتوانستن کنترل بکنن. همین ویژگی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم داشتن. حالا بریم که همین حدیث عملی میکنیم. در کجا؟ در وقتی که ضرورت بوده باشه. درست. یک جای روان است، تن زن و شوهر است، خانم وفات میکنه. 1000 با شوهرش باشه کی میگه؟ بنان مذاهب که هست در عمق قضیه داخل میشود. درست. اینطور نیست که حدیث اعزان الله رد بکنه و حدیث را به دیوال بزنه. نه، با حدیث را بحث میکنه، از نظر سندی بحث میکنه، از نظر فقاهتی سرش بحث میکنه، از نظر مقاصدی سرش بحث میکنه و کلش یک جا میکنه، باز یک حکم را میکشد. با تعبیر دیگر استاد عزیز بگم که مذاهب ابداً قصد مخالفت با کتاب و سنت نداره، بلکه با تمام جانشان میخواد کتاب و سنت تطبیق شود. از خاطر من عرض کردم که مذهب در اصطلاح مجموعه از اقوال و نظریات مجتهدین کرام است که از دین آسان تعبیر کردن تا دین آسان تطبیق شود. دین چیست؟ قال الله و قال رسول. درست. این دین است. پایین خود دین نیست. و اینا چی کردن؟ آسان تعبیر را میخوان پیدا بکن. مثل که در می حدیث لو مت لغسلتک است. آسان تعبیر، خوب تعبیر، جایگاه را پیدا بکن، این را سرش کار میکن. بنان استاد اول نقطه خواهمی است که تعصب در حقیقت از خود اساسات خود داره. چرا ما متعصب میشیم؟ اول ضعف علمی. درست. وقتی که علمی ضعف پیدا شد در یک جامعه، او وقتی که نظر مخالف را میبینه بازی کسرشان خود میدانه که مراجعه کنه به قول صحیح. درست. به عوضی که مراجعه بکنه چی گپی است؟ الحمدلله، تشکر استاد انصاری است که به من میگه نیک را نشان دادی و جزاکم الله خیر. گپ حل است. ولی وقتی که ضعف علمی بوده باشه، این عناد به وجود میاره، کینه را به وجود میاره، بعد از باز غلطی میکنه. بزرگترین عامل هم امی است. از این خاطر است که ائمه ما همین نقطه را بسیار زیبا گرفتن. اذا صح الحدیث فهو مذهبی. از این خاطر است ما اقوال گوناگون در جا وجود داره که همه دانشمندان میره گفتن که قول ما را کتاب خلاف کتاب و سنت بدن و را به دیوال بزن. از این خاطر است که ائمه ما خصوصا احنافی را میگن که اگر کسی دلیل قول ما را نداند به او لازم نیست سرش من است که به قول ما فتوا بدهد. عالم چطور دلیل نفهمه؟ در فقه حنفی تو را عالم میگه بده، تو باید قول ائمه را دقیق بدانی، از کجا گفتن و چرا گفتن و به چه دلیل گفتن و به کدام زیر بنای رو گفتن. هرگاه علمی توان در کسی نباشد از دلیل میترسد، وقتی که از کسی دیگه دلیل بگوید او را متهم میکنه. ببینین یک نظری که ائمه ما چگونه رفتار کردن. میگه یکی از روزها امام مالک رحمت الله علیه با شاگردایش بحث میکرد. وقتی که داخل میشه یک زمزمگی را در شاگردایش میشنوه که میگه که گپ امام مالک آمد دیگه گپا رو اوس وردان، دیگه کی است که با امام مالک مقابله کند و یا قول از او را ما سرش بحث بکنه؟ این قابل بحث نیست. درست. شاگردایش میگه که امروز بیاین یک بار به زیارت رسول علیه السلام همه ما شما برید. ببینید چی عجیب. خود امام در داخل حرم رسول علیه السلام در مسجد نبوی درس میداد. رفت سر مرقد رسول علیه السلام ایستاده شد و به شاگردایش گفت که کل قول قابل للاخذ و رد الا صاحب هذا القبر. همین درس برش داد. هر کسی که سخن میگوید میشه گرفته شود، میشه چی شود؟ رد شود، مگر صاحب عزیز قال رسول الله شد دیگه تو خلاص است. تو باید ساکت باشی و بگوی که سلمنا و ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم واطيعوا الله واطيعوا الرسول وان تطيعوه تهتدوا. چطور می شود به یک مسلمان که قال الله و قال الرسول را ببیند با درجه
گپای دیگر را جای بده. ابدا هیچ صاحب مذهبی چون فتوای را نداده و چون قول را نداده. حتی شما آداب از ائمه ما شما را یک بار در نظر بگیریم استاد، هیچ امام به مردم نگفته که ها مردم بیاین از نظریات ما استفاده کنیم و مذهب ما را قبول بکنیم. هیچ کس ثابت کرده نمیتونه. بلکه عکس از اون میگه که شما خودتان بپانید، خودتان به کتاب ها مراجعه بکنید، به کتاب سنت مراجعه. اصلا ثابت نیست که هیچ کدام از امامان مذهبی درست کرده باشه و گفته باشه خلاصی مذهب خاص من است باید از این پیروی بکنید. این کار نکنه. فتوا میدادن و فتوایشان با دلیل بود، هیچی نبود. روی اساس استاد ضعف علمی بزرگترین عامل تعصب است و ما باید تلاش بکنیم و خصوصا میگه علم به نفس حضوری است. من میفهم که چقدر توان دارم. از این خاطر هرگاه قول صحیح را دیدم بدون چون چرا باید برش تسلیم شم، چی فرق میکنه؟ چی فرق دیگه میکنه؟ دوم عامل ضعف تقوا و خدا ترسی است. درست. هر قدر که تقوا ضعیف باشه اما اندازه انسان به قول خودش تعصب بیشتر میکنه، به مذهب خودش تعصب بیشتر میکنه، در حالی که همه علما در خدمت دینن. هر کسی که هست علما در خدمت دینن. پس وقتی که در خدمت دینن ما باید از خدا بترسیم و گستاخی نباید بکنیم، بلکه دلایل از اونها را تحلیل بکنیم و تجزیه بکنیم. چقدر که کسی تعصب میکنه به همون اندازه داخل زندگی شوی به همون اندازه باز میفهمی که چقدر از خدا نمیترسه و چقدر ضعیف است. سوم نبود مجالس علمی. دیگه بحث است. وقتی که یکدیگر را ندیده باشیم، به اصطلاح عوام بگم یک به دیگه بابا میشه فلان چون نشناختیم، تحلیلش نکردیم، مجالسات همراهش نکردیم، از این خاطر بدبختی ایجاد میشه. من به این باورمند هستم که هرگاه آدما با هم بشینن، مجالسات داشته باشن، خود به خود تعصب دور میشه، زیرا شناخت میاد. سخن از او را میشنوی، سخن تو را میشنوی. و من ایرا در مدرسه خود استاد کاملا درست. در مدرسه که من درس داشتم در اونجا همه دوستا را با هم یک جا کردم. الحمدلله خیلی خوب با هم زندگی کردن و زیبا شرح صدر پیدا شد. بنان چقدر که مجالس علمی داشته باشیم به همون اندازه قولی که ضعیف است به قله می رود. درست. و قولی که قوی است او جایگاه پیدا می‌کند. و تعصب از بین. تعصب طبیعتاً از هم می‌ریزد. ایره میطلبه که علما به شکل صحیح بیان این مسائل و اختلافات. بله، ولی برای وقتی که مجالس علمی گفتیم در اینجا عنصر چهارم هم باید مداخله کنه که او ضعف اراده حکومت است. حکومت باید در قدم‌های راسخ را برداره. حکومت به تفاوت نشه، یعنی خود حکومت متعصب نشه و تعبیر دیگه. اراکین حکومت متعصب نشه، زیرا حکومت که است حیثیت یک پدر داره است. هم اولادایش است. با کلگی باید برسه. کلان و خرد داشته باشه. مثلا ما در افغانستان زندگی میکنیم، بالکل فقه حنفی جایگاه محترمی دارد و باید تطبیق شود، باید به عنوان یک اساسی ترین مرجع در قانون گذاری. بله. ولی این کسایی که حنفی نیست که تازه چی میکنه؟ اصلا مذهبی نه، کافر، هندو. خدا خیر اسلام که تو چی میکنه؟ حکومت باید با او باید چی بکنه؟ روی اساس اگر حاکم باشه او تعصب نمیکنه، بلکه او به نزدیک شدن مردم و خصوصا علما تلاش میکنه. او است که باز مجالس علمی را جور میکنه. او است که باز در یک مجلس کلان را جور میکنه. یک برادر حنفی است، یک شافعی است، یک سلفی است، یکی از کل میشنوه. و نظر خودت روی زن حجاب است، باید بندش کنی. درست. تو نظر خدا میگه، با دیگر میگه در خلال از یک بحث بسیار زیبایی با حاکم داده میشه که حاکم کدام نقطه را باید بگیره. امی دلایل که مطرح میشه خود به خود یک دیگر را میشناسن، با یک دیگر انس میگیرن و از تعصب که میشه دوری میگیره. و یا در سطح بین المللی بگویم، سطح امت اسلامی، درست. بزرگترین درسی که ما از ایام حج میگیریم یکیش امی است.
در ایام حج همه علما اونجا میرفتن، دانشمندا اونجا میرفتن، مناظرات میشد، بحث میشد، تحلیل میشد و هر عالم میفهمید که گپ ما ضعیف است، فورا عقب میره. بنابراین چطور میتونیم که حرمین شریفین را به مو جای بس برگردانیم که از عالم اسلامی علما یک جا شود و در اونجا رابطه عالم اسلامی زنده شود و کنفرانس های داشته باشد در امور اختلافی. درست. یک تحلیل بکنه. پنجم مورد راست که فکر میکنم او نبود یک نصاب تعلیمی متوازن، درست. خاصا در مدارس دینی. قطعا وقتی که یک نصاب متوازن نباشه، از اول ما شاگرد را به تعبیر بکن قال الخصم، وقتی کمی رقم بگویم دیگه با ما بوده باشیم که رد بکنیم و در رد کردن هم آداب را در نظر نگیریم، جانب مقابل را بعد بسیار به شکل کوچک تعبیر بدیم، طبیعی که شاگرد از ما یاد میگیره و ما شما میفهمیم که بزرگترین یا آخرین حد تقلید در بین شاگرد و استاد است. شاگرد از لباس استاد تقلید میکنه، میفهمید؟ درست. از هر چیز استاد تقلید میکنه، پس از فکرش تقلید نمیکنه. طبعا. وقتی که استاد بگه که لعنت به فلان، مرد به فلان، فاسق و فاجر، همونطور تابه زده بره، شاگرد میگه که از برای خود اینه دیگه، فلان نخواست. حتما دینمی است. بله. ما وقتی که درس میخواندم دیگه طبیعی که این مدارس بودیم دیگه، استادای ما میگه مثلا فلان مسئله در فلان کتاب، فلان جلد، فلان صفحه، استاد بوی هم کتاب نیده بودیم، ما باز میگفتیم فلان صفحه، فلان جلد، ما خودمون مطالعه نکرده بودیم. بنابراین این تقلید کورکورانه که روان باشه و نصاب متوازن نباشه، استاد متوازن نباشه، کلان مشکل ایجاد میکنه. هر مدیر مدرسه بر اساس همون فکر و مذهب و روش یا انتمای سیاسی و تنظیمی و قومی و فکری که داره، شاگردار همون گونه تربیت میکنه در غیاب یک نصاب تعلیمی متوازن. اگر ما یک نصاب متوازن داشته باشیم همه چیز جور میشه. مطور مثال ما که کتابا میبینیم، من نمیفهم که چرا ما نتونستیم از بزرگترین کتابی که واقعا یک ذخیره بسیار کلان علمی است از ابن رشد مالکی، بدایت المجتهد، کتاب بی نهایت قیمتی است. در اونجا ما واقعا اصول فقه را میفهمیم، در اونجا ما واقعا مقارنه میتونیم در بین مذاهب و هر مذهب دلیلش چیست رو میفهمیم. اینا رو میگن که استاد مالکی شده، کتابای مالکی را تبلیغ میکنه. کتاب زیبایی است. بله. کتاب بی نهایت زیبایی است. و به منوال یکان کتاب ها درد شود تا از مذهب دیگری حد اعظم متعبیرش خود درست بکنه. مثلا نمین بدایت مجتهد باز مسائل را ضعیف از یک مذهب انتقال داده، ولی به این معنا نیست خب کلش ضعیف است. حسابش بکن 4-5 مسئله بیشتر نمیشه. ولی در کل ما چطور میتونیم که نصاب را طوری جور بکنیم که قول مذاهب را با دلیلش ذکر بکنه تا تعصب بشکنه و کسی که کتاب تدریس میکنه با احترام، با بسیار بزرگی همو دلیل ذکر بکنه. یک استاد داشتیم به نام عبدالعزیز و ما ترمذی شریف تدریس میکرد، بسیار عجیب انسانی بود. دیگه او کوشش میکرد، مثلا میگفت که خب کارخانگی امروز دانسته شما وتر و احکام از او ایره در مذاهب یک بار مطالعه کنن، صبح باز برای من نتیجهش بکنن. ما کتابخانه می رفتیم که مطالعه شروع میکرد 180 درجه نظر ما تغییر میکرد، زیرا قبل معلومات ما بسیار ضعیف بود. درست. ولی او چی کرد؟ گفت که از کل مذاهب استفاده کنیم که چی میگه در رابطه بسیار تغییر میکنه چی یعنی چی، با افق دیده بازتر بالا میرود. بنان از این خاطر است که ما اگر استاد خوب باشه او همه تو کارخانگی داده میره و من شاگرد را به عوضی که تعصب پیدا بکنه او را افق فکری بالا میده، نام یک عالم را، نام یک مجتهد را که میگیره او را بسیار به احترام میگیره و طبیعی که باز ما به طرف چی میریم. این اساساتی بود که حکومت ها باید در این
کار بکند که او باید نصاب تعلیمی متوازن را بسازد. او باید تلاش بکنه که عالمی که مشناسه، حکومت مشناسه که کی متعصب است، کی دامن میزنه به این تعصبات، او را بخواهد چندین مجالس با علمایی که راسخ هستن بشانشه و خطوط برش علمی نشان بده که نشد یگان بار گوش شده بود. جناب استاد، یک مشکل اینجا ایجاد میشه که ما از سابق علما اجازه نمیدادن که حکومت ها به مدارس مداخله بکنن در نصابش، در اداره مدارس. اینا آیا مدارس دینی مثلا در افغانستان قبول میکنن که حکومت در نصابش، در ادارهش، در تنظیم مدارس مداخله بکنه، یا این وظیفه علما، جمعیت علما یا شورای علماست که بیان یک نصابی را تعیین بکنن، تصویب بکنن که در برگیرنده همه مطالب مدارس دینی باشه و به شکل وسطیت و معتدل شاگرد تربیه بکنه مدارس دینی؟ چون متاسفانه میبینیم که خیلی از افکار منحرف، تشددها، افراط و تفرید منشأش بعضا مدارس دینی است. چون همونطور که ذکر کردم بعضی از مدیرها یا که مسئولین یا کسایی که در تنظیم مدارس هستن همون افکار خود در شاگردا تزریق کردن. استاد، وقتی که ما حکومت مزدور نداشته باشیم، بله، حکومت مزدور نداشته باشیم، یک حکومت اسلامی داشته باشیم، پس علما چرا میترسن؟ همین نماینده های اونها در حاکم هستن. درست. مشورت لازم در بینشان صورت میگیره، رفت آمد خوب در بینشان صورت میگیره. ما وقتی که مدارس ما از حکومت جدا بود، اوجا واضح گپ بود. حکومت روند چپ را گرفته بود. حکومت برخلاف ارزش های ما، برخلاف عقاید ما، برخلاف نوامیس ما روان بود. ما یک چیز میگفتیم، حکومت دیگه چیز میگه. ما میفهمیدیم که حکومت چه تیشه را بر ریشه اسلام میزنه. از این خاطر نمیگذاشتم که باید اینا داخل شد. ولی وقتی که بفهمیم که حکومت اسلامی است، او در خدمت ماست، در خدمت دین است، در خدمت کتاب و سنت است، پس رعیت و حاکم و عالم در حقیقت یکی هستند. درست. ولی باز هم ما طرفدار از این نیستم که کل مدارس پوشش دولتی داشته باشد، ولی بگذاریم که یک تراس آزاد وجود داشته باشه که یگان بار به حاکم مسلمان هم نبگوید، بله، به مو هم نبگوید. کلا مدارس نباید تحت پوششی چی باشد، حکومتی باشد. منظور شما فقط نصابای تعلیم؟ نصابش در کل استاد ضرور نیست که متاسفانه ما فعلا یک نوع استبداد حکومتی را در سر مدارس هم در کل ممالک میبینیم. یک نوع استبداد را در محراب ها میبینیم. محراب ها کلش مقید شده است، بس یک پارچه یک برد از اون دیگه خوانده برو، دیگه تو حق نداری که بیشتر گپ بزنی. مدارس ها زلقیاس، دعوت ها زلقیاس. این بزرگترین مصیبت است که امت اسلامی امروز با اون مواجه است. هر کس باید برای خود تعبیر میکنه. بنابراین ما بریم حریت فکر را، حریت تعبیر را، حریت ایره اجازه بدیم که علما صحبت خود داشته باشند. من 100% با این مخالف هستم که محراب و مساجد و علما کلش دهنشان بسته شد و حکومتی شد. حکومت نظارت بکنه، وقتی که یک جای غلطی میاد مشوره بگیره، مساعدت بکنه، همکاری بکنه تا که امو ظرفیت ها بلند بره. و از طرف دیگری علما و محراب اینا آواز مردم هستن. اونا باید از محراب باید انتقاد بکنه سر حکومت، سر اشخاص، سر رواج، سر تجار، سر عام مردم چرا غلطی میکنه. بنابراین اگر ما محراب را کاملا بسته کردیم و مساجد را، مدارس را بسته کردیم و بگیم که نه کل زیر پوشش ما برو و چیزی که من میکنم اون کار بکن، در حقیقت بزرگترین راهی که اراده مردم در وجود تمثیل میشه را ما بسته کردیم و منابر و علما و مساجد و مدارس در حقیقت آواز مردم است و نباید زیر پوشش کاملا سیستم دولتی باشد، بلکه حکومت اینا را همکاری بکنه. چه قضیه خود بود که ما مدارس خود را و مساجد خود را همکاری بکنیم ولی کدش غرض نگیریم، بگذاریم که کده مردم خلق باشه. یعنی در طول 20 سال ما شاهد بودیم که منابر در افغانستان یک نوع آزادی داشتن که حتی از دولت انتقاد میکردن. میگفتن این دولت به شکل علنی در منابر میگفتن در مساجد که این دولت یک دولت دست نشانده است، کشور اشغال شده است، اینو مزدور هستن. اما میبینیم متاسفانه بعد از آمدن حکومت جدید اما امامای مساجدی که تا دیروز به شکلی تایید میکردن
مجاهدین را به شکل تایید میکردن طالبان را، چون حقیقتا خب در مقابل کفار جهاد میکردن، در مقابل اشغالگرا مبارزه میکردن. بعد میبینیم که یک نوع تنگ نظری صورت گرفت، یعنی بعد از این که اینا آمدن اگر امام مسجد سوچه با فکر ما نیست و ما را تایید نمیکنه، مورد تایید رؤسا یا بزرگان ما نیست، باید از کار برکنار شود و خانه نشین شود. طبیعی که تاسف است، ما متاسفیم به این حالت. درست. ما پیشتر عرض کردم استاد که حکومت از یک طبقه نیست. درست. حکومت حیثیت پدر داره، کلگی فرزندایش است، با کلگی باید بسازد، از کلگی باید استفاده بکنه به خیر مردم، از کلگی باید استفاده بکنه به نشر ارزش ها، از کلگی استفاده باید صورت بگیره تا که جامعه با امن بوده باشه. ضعف یک تعداد درمی است که نمیتونه، این تعصبشان وادارشان میکنه که نه این رقم باید نباشه، این رقم باید باشه، نظر شخصی خود را تحمیل میکنه، نه نظر دین را، و فکر میکنه که ما به خیر مردم صحبت، در حالی که خیر مردم نیست. خیر مردم در اون نیست که تو یکی را حذف کنی، یکی را تهدید کنی، یکی را بیرون بکشی و بگویی که ما کار خیر کرد. نه، کار خیر نکرد. کار خیر در است که همه را گیره باید یک جا بکنی و بتانی آرمان مردم را در تطبیق نظام واحد اسلامی او را جابجا بکنی. این کار اساسی است. از این خاطر مشکل ما است که ما تعصب در فردم داریم، تعصب در یک کتله مذهبی هم داریم، حتی تعصب در حکومت هم داریم و این کلش خطرناک است. مسئولیت حکومت باز از کلش کدام مهم است. حکومت اگر تعصب را دور بکنه و به همه برسه و خلاهای هر کسی که او را تبعیض حکومت میداد او را برش تلاسا بکنه که این جای خطرناک است. لطفا این را چی کن؟ یا که تو خود نگاه بکن. تا میتونی که بسیار خوب زندگی بکنی و حکومت است که در حقیقت رشد را میدهد. و استاد بسیار زیباست که ما باید یاد بگیریم از بعض حکومت ها. امروز ما چندین نمونه را داده میتونم در حکومت ها که اونا کوشش میکنه از همه تراس استفاده کنه برای رشد جامعه خود. درست. از همه علما استفاده کنه برای رشد جامعه خود. و امروز که اونا بلند شده میره، قوی شده میره و میتونن که یک تنافس خیلی خوبی در عالم اسلام داشته باشه. درست. و اگر به یک منوال بریم که اینمی اسب گردی است و تو برو، در حقیقت خود ما ضعیف میکنیم، خود ما را خود ما بدبخت میکنیم و این باز ایتو نیست که تا آخر ببانه. یک وقت میفهمیم خب باز افسوس فایده نمیرسن. یک وقت ایره میفهمیم، ایره درک میکنیم که ما اشتباه روان هستیم، ولی در اون وقت باز دیر شده باشد. متاسف. جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت جناب مولانا عبدالسلام عابد هستیم. موضوع برنامه ما تعصب مذهبی است. یک میان برنامه خیلی کوتاه میبینیم و بعد از او انشاءالله با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. با ما همراه باشید. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها وينشر
يؤسسنا المعاني، وإن الحق كنز منه تشرى بساتين السعادة والجنان، وليس كمثله ذهب ودر ولا غالي اللآلئ والجمان. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. وللحق اهتدى قوم كرام، فصاروا للنجاة وللأمان، ومن أجل الحقيقة لا تبالي بسخط الناس في هذا الزمان، ولكن في رضا المولى فأسرع مراكبك الكريمة في الرهان. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. وحب الآل من خلقي وديني، وهم والصحب في أفق المكان، سموا في الخير والتقوى فكانوا منارات الهداية للعيان. نوالي نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
با سلام دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی، با شما ایزان هستیم. برنامه نسیم رحمت و موضوع برنامه است تعصب مذهبی. جناب استاد، در مورد منشأ تعصب میخواستم از شما بپرسم، اما قبل از که پاسخ شما رو بشنویم، یک خاطره یا یک نکته به یادم آمد که یکی از دوستان میگفت که در یک روستایی، یک دهی، قریه‌ای، یک آخوندی از بقاله قرض میگرفت. قرضش بعد رسید که دیگه صاحب بقاله گفت که جناب آخوند، اگر که پول ما را ندی دیگه مجبور هستیم که شکایت بکنیم از شما. آخوند گفت باشه، خب خیر است، میبینیم. روز جمعه در نماز جمعه گفت که او مردم خبر هستین که این بقال سر کوچکی است وهابی شده، در حالی که او هندو بود. مردم گفتن عجب، وهابی شده؟ که خود هندو بودی، چی خدا زدی را که وهابی شد؟ بر صورت یه هفته بقاله تعطیل، هیچ کس آمده خرید و فروش نمیکنه. آخر هندو آمد پیش آخوند که حاجی آقا هر طوری میشه ما را هر چی میخوایم قرضت بخشیدیم، دیگه هر چی هم میخوای برای خانه و خانواده ببر، مگم ما را از این مخمسه نجات بده. گفت باشه، روز جمعه انشالله حل میکنیم. روز جمعه که برآمد سر منبر گفت که مردم خبر هستین همین بقالی که وهابی شده بود پس دوباره هندو شده. مردم خوش و خوشحال همراهش شروع کردن. این رو به خاطر ذکر کردم. شما فرمودین که جهل یکی از اسباب تعصب است. منشأ تعصب از که ایجاد شد و چرا تعصب به وجود آمد اصلا؟ چرا انسان ها متعصب میشن؟ شکر استاد. اساس تعصبی است که جانب مقابل احساس میکنه که یک چیزی را از دست داده و وقتی که خود را در حرمان و یا در تهدید ببینه، بعد از او به خاطر که نشوه که امی کار شوه و سکوت جانب مقابل تلاش میکنه. خواستن که دکانی که به نام دین باز کرده تعطیل شد، باید تعطیل شد. بنابراین اساس کل تعصب را شیطان علیه لعنه او مؤسسش است. اولا که الله متعال حضرت آدم علیه السلام را پیدا میکنه، در موج تعصب میکنه، خلقته من طین و خلقتنی من نار و خلقته من طین انا خیر منه که شروع میکنه بدون از اینکه تحلیل بکنه که این دنیا بسیار کلان است، آسمان بسیار کلان است، مخلوقات خدا بسیار کلان است و تو بسیار جز کوچکی هستی و ناممکن است که در این خلقت خداوندی یک مخلوق دیگه پیدا میشه تو نفی شد که تو در جای خود هستی. ولی وقتی که تعصب آمد، امر خداوند متعال کوچک شد، امر خالق کوچک شد. الله برش میگه که سجده بکن، میگه فابا، استکبار میکنه. تعصب انسان وادارش کرد به کبر. کبر چی شد؟ حقی که باید به او تسلیم میشد او را نادیده گرفت، او را کوچک شمرد. در نتیجه چی میشد؟ مطرود میشد، بس از رحمت خداوند متعال دور میشد. از مقام منزلتی که قبلا به عنوان یک مخلوق داشت از او فرو میفت. پس گفته میتونیم که عامل اصلی و یا منشأ اصلی تعصب در حقیقت در شیطان است، پیروی از شیطان. و شیطان علیه لعنه آفریده شده تا با وسوسه های گوناگون انسان را از مقامی که دارد که همان خلافت است از او باید پایینش بندازد. روی اساس ما باید سرزی فکر بکنیم که کاری که شیطان کرده و راهی که شیطان گزیده از او باید دوری بگیریم. درست. از این خاطر قرآن کریم تصریح میکنه که ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکون من اصحاب السعیر. بس دشمنتان است. وقتی که دشمنتان شما را به دشمنی بگیرین، یادی فکر نکن. وقتی کسی که دشمنی میکنه به اصطلاح سنگر در خانه خود میسازه، همون سوراخ‌هایی که تیرکش‌ها سور بر خود میسازه، تفنگش همیشه باید پر بوده باشه و همیشه باید بیدار باشه.
وقتی که دشمن هست، بازی هم دشمن چی رقم دشمن که از هر طرف سر تو هجوم میاره، به خیلک و به رجلک و تو پیش برو. این الشیطان یجی من ابدا مجرى الدم، از پیش روی، از پهلو، از چپ، راست، پشت سر، از هر طرف سر تو هجوم میکنه. او تو را میبینه، تو را نمیبینی. پس چی باید بکنی؟ و کاری اصلیش است که یک بار تعصب وادارت کرد، کورت میکنه. پس دیگه تو حق نمیبینی، حق کوچک میبینی، با او تسلیم نمیشه، پیش از پیش ردش کردی، چلی پایش کردی، در حالی که قرآن کریم بر ما چی میگه؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله و اولئك هم اولو الالباب. تو مژده کامیابی را به آن بندگان ما بده که به سخن خوب گوش میکنند. درست. علما بشینن دیگه، سخن خوب است. علما همیشه بحث علمی میکنن. بعد چی میکنه؟ فیتبعون احسنه. ببینید مبالغه میکنه. پس پیروی میکنه آن نیکوتر آن را. نیکوترینش چی میکنه؟ برای عمل انتخاب میکنه. با وصفی که کل اقوال چی هستن؟ زیباست. درست. نیکوترینش برمیگزیند برای عمل. اولئک الذین هداهم الله. این جماعت که الله هدایتشون کرد. و اولئک هم اولو الالباب. و امین جماعت که در مجالس علم، در مجالس تحقیق و بررسی میشینن، یکدیگر را میپذیرن. این مردم چی هستن؟ اولو الالباب، صاحبان خردند. الباب جمع لب است. لب خالص شیران میگه که دو چیز دیگری گرد نشده باشه. درست. پس انگامی که سخن علمی شد دیگه تعصب در جا نباشد، خودخواهی در جا نباشد، کینه در جا نباشد، بلکه این موازین علمی قبول شده، قابل قبول بوده باشد. در این صورت ما به طرف خیر میگیم. ارگاه ما پیروی شیطان بکنیم و شیطان بر ما دشمنی خود را میکنه در قالب دوستی. کاری از این خبیثه نیست. دشمنی میکنه ولی در قالب دوستی. بسیار زیبا ایچی میکند، با ابراز خیرخواهی پیش میشود. من خیر تو را میخوایم، مثل که به حضرت آدم علیه السلام خیر تو را میخوایم، میفهمی؟ تو را جاویدان نگاه کن. تو در اینجا که اونمون درخت بخوری چی میشه؟ همین جایت هست. اگر نخوردی بیرونت بکنم. وسوسه کرد. وضو برش گفت که ببینید اول از طریق خانمش آمد. خانمش بود تو بخور هیچ چیز نمیشه. خب شامل امر نبود، چیز هست مأمور خود حضرت آدم علیه السلام بود. وضو که خورد چی نبود، هیچ گپی نبود. باز زدش دیگه تا اینکه مشکل پیدا کرد. بنابراین شیطان یکی از اهداف عمدهش فریب دادن انسان است تا نافرمانی الله را بکنه. درست. الله انسان را آفریده برای چی؟ آفریده شد تا الله را عبادت بکنه و الله را خوب عبادت کردن نمی تا زمین را آباد نکنه. از این خاطر یعنی دید ما نسبت به ادیان دیگری متفاوت است. درست. اسلام عزیز ما بر ما میگه که شما برای ازی آفریده نشدین که تارک دنیا شوید. و رهبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیهم. شما چی جوری کردین؟ خوب آدم اون نیست که در کنج مغاره بشین و دنیا را ترک بکنه. خوب آدمی است که چقدر بر رشد جامعه انسانی کار کرد. نشان بده خیری را. در کجا آبادی کردی؟ آبادی معنویت کجاست؟ آبادی مادیت کجاست؟ این اساساتی است که ما سرش فکر میکنیم. بنان شیطان علیه لعنت چی میگه؟ میگه اگر به تعصب بری فوضا ایجاد میشه، جنگ ایجاد میشه، کینه ایجاد میشه، تساند و تعاون در بین جامعه رخت میبندد. بنان نه خدا عبادت میشه و نه دنیا آباد میشه. هر دویش دیگه خراب کرد. کاری که دیگه شیطان میکنه برای از اینکه ما هدف را بگذاریم، ترویج میکنه فحشا و منکر. به تلاش میکنه. انسانی که یک بار از نظر اخلاقی سقوط میکنه، اهداف بلند را هیچ نمیتونه دنبال بکنه. درست. او دیگه رفت، دیگه کوچک شد. و قرآن کریم از میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. کار از یعنی است.
فحشا و منکر که یک بار در جامعه آمد از تحقیق افتید. فحشا و منکر که در جامعه افتید مراکز علمی را نمیتونی بسازی. انسان ها را مشغول میکنن. کاملا کاری که در 20 سال کردن با تلویزیون ها، با سریال ها و فیلم ها. ولی شما فکر بکنین که این شیاطین چقدر کارهای کردن، چه انسی چه جنی. جنیش میاد شیاطین انسی را حمایت میکنه، تشویقش میکنه، زمینه چی رو برش مساعد میکنه، مثل که در دارالندوه بس میامد تحلیل میداد، تزیه میکرد، اقوال میداد. همین کارا میکنن که تزیه. شیطان آمده تا هواپرستی را او را قوت ببخشه و نفس اماره را سر وجود انسان حاکم بکنه. این کار شیطان است. همیشه ما میبینیم که افرایت من اتخذ الهه هوا. بس کل ما خواستهای خود را میگیم ای اصل است، در حالی که موازین علمی را زیر پای میکنه. هواپرستی قبول سخن حق را نمیکنه. و کار و شیطان دری کامیاب شد. هر کسی که یک بار خودخواهی خودش شروع کرد و گفت نه قول حق، دیگه گپ خلاص شد. در حالی که ائمه ما چی میگه؟ میگه قول حق ولکن یحتمل الخطا. سخنی که ما گفتم بعض تحقیق همین شد که همین صحیح است. خب احتمال خطا را دارد. نمیگه که احتمال خطا را ندارد. قول جانب مقابل ما خطاست، ولی بفهمین که احتمال صحت هم داره. چرا این کلمه را میگه؟ بخاطر که اما هواپرستیش و خودخواهیش او را به شیطان میره به طرف خودخواهی تو رو میکشونه. میگه عالم تو هستی، ریش سفید تو هستی، شیخ تو هستی، شیخ الحدیث تو هستی، شیخ القرآن تو هستی. تو دیگه چی میخوای دیگه وطن دار؟ بله. این نقطه هست که ما باید سر این هم کار شیطان است. نفس اماره به سو را تقویه میکنه. هر جایی که بدی است، کبر است، غرور است، او را در تو تقویه میکنه. بنابراین وقتی که ما میبینیم 3 کار شیطان کرد، یعنی در قالب دوستی، دشمنی خود را در قالب دوستی پیش میکنه. این وقت میتونه که یک طرف فریب بده انسان را، وقتی میتونه که فحشا را بر جلوه بدهد، وقتی میتونه که هواپرستی و خودخواهی را در وجود انسان قوت ببخشه. بنابراین از کدام ابزار این شیطان استفاده میکنه؟ اولش وسوسه است، ایجاد وسوسه. فوسوس لهم الشیطان. وسوسه که آمد اثر کار مفتی. از این خاطر شریعت ما با وسوسه سخت مبارزه میکنه. مثلا برات میگه که یک تعداد مردم هستن، ما دیروز هم عرض کردم، گفتم یک نفر بود نیت که میکرد چون وسوسه داشت از نماز او را منداخت. یک نفر چی میکنه؟ باشه یک رکعت خواندیم یا یک رکعت کم خواندیم. یک نفر میگه والا فکر میکنم که لباس من چی شده؟ این گنده شده، دیگه نمازم نمیشه. دقیقاً همین سوال یکی از بیننده پرسیده که اصلا میگه گرفتار هستم، میگه بعض هر وضو فکر میکنم که یک بوی بدی از خود احساس میکنم. وسوسه شیطان. این کلش وسوسه شد. چاری وسوسه میکنه تا تو را از عبادت و از هدفی که بر تعیین شده از او باز داره. خود را شکست خورده احساس میکنی. خودت میگه عبادتم نشد، به خاطر که یک رکعت زیاد کردیم، یک رکعت کم کردیم، لباسم چتل است، به اصطلاح قطرات از چی ما آمد الی آخری. این نقاطی هست که یعنی شیطان وسوسه های گوناگون میکنه. یک وسوسه خود در نماز است، در عبادت است. وسوسه بالاتر را برات میکنه. برات میگه که اگر این نفر جانب مقابل را نکوبی و این را حذف نکنی، این را ضربه نزنی، صبح جایت میگیره لالا. بنابراین اینمی وقتش است. اینمی وقتش خود چی کنم؟ بکشش. سبحان الله. اینه فکر بکن یک تعداد علمایی که شهید شدن. من نمیفهم که همون انسان چگونه پیش خدا صاد میشه و چی دلیل دارد. و پیامبر علیه السلام میگه که هر انسان فی فسحت من دینه ما لم یصب دما حراما. هر انسان با هر عملی که انجام داده یک ظرفیت داره، یک جایی برش پیدا میشه که الله را ببخشه در کل اعمالی کرده. ولی اگر خون حرام را ریختی بعد از او به اجتهاد خود چرا فلان را کشتی؟ والا صاحب در مذهب من نبود و در مذهب تو نبود، میکشیشه. والا با فکر ما جور نبود، میکشیشه.
ولی مخالف نظر ما بود میکشیش. استغفر الله، چطور اجازه داری؟ از کجا کردی فتوا رو؟ از کجا کردی همین تعبیر رو از کجا کرد؟ لا حول ولا قوة الا بالله. چنین انسان ها در روز قیامت پیش الله متعال مؤاخذه میشه و سخت مؤاخذه میشه. اما انسان در پیش خدا ورستاد میشه. من اشتباه کردم، من غلط، حق کشتار مرا داری؟ چرا میکشی؟ قضا سر فیصله نکرده؟ کدام عالم بر تو چی کاره؟ تو گستاخ بی سواد. یعنی ای استازی کلش وقتی که ما برمیگردیم به می وسوسه های بدبخت. حاکم وسوسه داره از مخالف خود، ولی اگه او کدام چیزی پیدا کنه واسه سود نشه چوکی مرا بگیره سرش ببر. فلان عالم آمده ولی اگه او جایگاه پیدا بکنه باز مدرسه ما چطور میشه سرش ببر. فلان که دیگه سر بریدن دیگه کار ما شد. در حالی که ما آمدیم تا انسان را حیات ببخشیم. این قاعده را استاد دوستای ما در نظر داشته باشند. هر چی قیمت داره، هر چیز در دنیا قیمت داره. خب قیمت توسط چی تعیین میکنیم؟ قیمت توسط حیات است. این معیار است. هر قدر که یک شی، یک مال، هر چی که باشه نافع برای حیات شد، به همون اندازه قیمتش بالاست. هر قدر که یک شی ضرر رساند به حیات و حیات تهدید بکنه، به همون اندازه خطرش و او بد است و گناه است الی آخره. مولانا همین انسانایی که به خاطر یک اختلاف فکری، مذهبی یا حتی سیاسی یا هر اختلافی که وجود داشته باشد، حتی اگر اختلاف در عقیده باشد، انسانی را به راحتی میکشند. به یاد داستان اسامه بن زید رضی الله تعالی عنهما افتادم. در مشرکی آمد شمشیر که بالای سرش بالا کرد، گفت که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول. اسامه دیدی صحنه جنگ است، زد گردنش. خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسید. یعنی اسامه بن زید میگه که از بس که رسول الله صلی الله علیه و سلم میره تکرار کردن که قتلت او بعد ان قال لا اله الا الله، میگه آرزو کردم که ای کاش تا امروز مسلمان نمیشدم. گفتم یا رسول الله او از ترس کرد. گفت قلبش باز کردی دیدی که از ترس کرد یا چیز. این مردم کجا هستن از این دستورات و از این سیرت و متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم که به خاطر یک اختلاف ولو هر چقدر بزرگ باشه، ولو اختلاف اعتقادی باشه، ولو که اصلا طرف کافر باشه، آیا کشتن یک کافر غیر نظامی جایز است به این شکل؟ باید بدانم که این سوال از پیشم به ای ذنب قتلت، یعنی یعنی بزرگترین جنایت را کردن، بزرگترین جنایت را، و به هیچ وجه اینا مبرر پیدا کردن نمیتونن. الله از پیشم پرسان میکنه و خامخا پرسان میکنه. اختلاف یک شیء طبیعی است. اختلاف شیء طبیعی است. بناهن اختلاف نباید ما را به طرف قتل کسی ببرد. ما دیگه این حق نداریم. یعنی سبحان الله این کلش دلیل بر جهل و امو وسوسه شیطان، امو قوت بخشیدن به نفس اماره، نبود تقوا و نبود یک فهم صحیح از دین، درست این جنایت را ایجاد میکنه. دوم ابزارش استاد غافل کردن از مسئولیت هاست. درست. شیطان وقتی که کامیاب میشه که ما را از مسئولیت اصلی ما غافل بکنه. مسئولیت اصلی ما چیست؟ دنیا را آباد بکنه و کل ما باید بیاندیشیم که سهم ما در آبادی از دنیا چقدر است. سهم معنوی در کجاست؟ سهم مادی در کجاست؟ هر عالم از خود بپرسه که آیا به فتوای ما امن آمد یا ناامنی آمد؟ آیا فتوای ما مردم را به خود و به خدا و به مردم دیگه نزدیک کرد و یا سبب دوری شد؟ آیا کینه و کدورت را در بین جامعه ایجاد کردم یا تعاون و تساند و محبت را ایجاد کردم؟ کدام کار کردم؟ الله از پیش فرد پرسان میکنه. این کار معنوی است. عالمی که جامعه را به طرف تعصب کشان، به طرف اختلاف کشان، بگه که بکشش، توهینش کو، لطش بکو، محرومش بکو، والله الله از پیش پرسان میکنه. کار تو عالم همی است. کار عالم خود نزدیک کردن است.
یعنی سبحان الله عجیب است. امام شافعی رحمت الله علیه یک شاگردش یونس، بله. او در یک موضوع اختلاف میکنه، خوی شاگرد قار میکنه مجلس اعلام میکنه، میره دیگه خانش که میره امام شافعی شام دروازش تک تک میکنه. گفت کیستی؟ گفت محمد. کدام محمد؟ گفت محمد بن ادریس شافعی. یا سلام، در سر خود میزه استادم در اینجا در خانه آمد. سه میره بونی کن در خانه شش بس منه که یونس ما تو بسیار را آمدیم، فکر بکن ما تو بسیار را آمدیم، بدان یگان گپار نباید ما را به عقب ببرد، گروهی که آمد او را باید تخریب نکنیم. بعد میگه که یونس اتفاقات ما بسیار زیاد است نسبت به اختلاف شمرده میشه، خب اتفاق بسیار زیاد است. خب مسلمان هستی؟ بله. از کتاب و سنت پیروی میکنیم؟ بله. اختلاف در کجاست؟ آیا اختلافی که یک دادان اختلاف داری به حد است که باید یک دیگر را بکشی؟ یک دیگر را توهین کنی؟ یک دیگر را به بندیخانه روی کنی؟ سلام، از کجا کردین این تعبیر رو؟ برش میگه که اختلاف ما محدود است ولی اتفاقیات ما چی است؟ بسیار زیاد است. یک دیگر بسیار چیزا رو که ما یک رقم میاندیشیم. بعد برش میگه یونس کوشش بکن که مرض از بین ببری، مریض از بین نبر. خیلی جالب. مریض شو رو میکشی. اینوی نفر به قول تو در مذهبتونی، این نفر در تعبیر علمی و فقهی تو جور نمیاد. صحیح دیگه. حالی را چرا از بین میبری؟ این را ببین که این نفر چرا این رقم شد؟ سرزی بحث کو، سرزی علمی کار بکن. بعد برش میگه که کافر را نکاش، کفر که و اسباب کار او را از بین ببر. سبحان الله. این اقوالی که هست اقوال بزرگترین شخصیت علمی که یقینا دنیا افتخار میکنه سرش، اسلام سرش افتخار میکنه از فرزند عظیم. وقتی که ما غافل شویم از مسئولیت های ما توسط شیطان علیه، قال رب بما اغویتنی لازینن لهم فی الارض ولاغوینهم اجمعین. کار شیطان است. که تو شدم من چی میکنم؟ لازینن لهم ولاغوینهم اجمعین. دیگه من اینا را غافل میکنم. بس غفلت. بزرگترین غفلت چی است؟ بزرگترین غفلتی است که عالم همه مسلمان ها در حقیقت امامش است، ای امامش است، ای عالمش است. همه مردم که دوستش داره دوستش نداره، در فکرش است در فکرش نیست، کلگی از عالم است. عالم خود در حقیقت همون حیثیت و اصلاح پدر معنوی را دارد و کلگی باید برسد. حاکم امیر رقم کلگی رعایتش است، کلگی رعایتش. وقتی که عالم متعصب شد، ایره قبول دارم، ایره قبول ندارم، این نبیای ای بیای، صحیح شد نه؟ ای در مجلسم بشینه، ای در مجلسم نشینه. حاکم اگر یک بار متعصب شد بدبخت شد، صحیح نه؟ ای بشندر است، ای فلان است، ای دستان است، خراب میکنم، نظام رو خراب میکنم، خود را از بین میبریم. بنان ضعف مسئولیت ها استاد یک موضوع دیگری است که ما متاسفانه او را هم نادیده گرفتیم در جامعه خود و باید سرش فکر هم بکنیم که از این چیزا خلاص شد. نکته دیگری که شیطان علیه اللعنه گوره بسیار زیاد با ما که ایجاد دشمنی. ایجاد دشمنی قومی است، زبانی است، منطقوی است، مذهبی است، کلش. شیطان دوست دارد که ما امت اسلامی پارچه شد. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. وسیله هم خمر و میسر، مجالس بیجا. پس هر دایه‌ای که امت را بپاشاند، امتی که سلمان فارس در اوجا بود، فارسی، حبشی در اوجا بود، رومی در اوجا بود، عرب در اوجا بود، رنگ‌های مختلف در اوجا بود، کلگی بودن. جالبش است که من قبل از حضرت بلال رضی الله عنه را به عنوان مؤذن رسول علیه السلام این رقم شناختم. استاد پسان فهمیدیم که تنها مؤذن نبود، این در حقیقت مسئول مالی رسول الله صلی الله علیه و سلام بود. پول که دزی بود.
یک برده ای که حضرت ابوبکر آزادش کرد. سبحان الله، سبحان الله. یعنی دشمنی به هر عنوان که شود، یعنی اکنون ما فکر میکنیم مثلا افغانستان ما در حالتی هست چقدر یک نفر خود دانشمند میدانه باز شروع کرده دیگه تعصب، خود مسلمان میدانه باز شروع کرده به تعصب قومی، شروع کرده به تعصب زبانی، شروع کرده به تعصب حزبی منطقوی. کلش کی برش القا میکنه؟ شیطان. و اینا که با بدیگار میگه این دیگه نوکر شیطان شد و بچه خانده شیطان است، این دیگه بدیگار انتقالش میده. برمت ما بیریم. اجازه بدین که آخرین نقطهش هم عرض بکنم که چطور کنیم که از این شیاطین که عامل کل بدبختی برای ما شما شده از این خلاص شد. اول برگشت به سوی خداوند نمید. همه ما باید برگردیم به الله. این را باید کلگی بداند که پیش الله حفاتا عراتا غرلا حشر می شود. نه چوکی برات میمانه، نه قدرت برات میمانه، نه نظام برات میمانه، نه پول برات میمانه، هیچ چیز برات نمیمانه. پیش الله امت الله حشر میشی. و استادت میگه فلانه پسر فلانه چی جور کردی؟ از این دین تو چی جور کردی؟ این دینی که مایه وحدت بود ایره تو پارچه پارچه ساختی؟ این دینی که برای کل بشریت انس و محبت میداد تو ایره وسیله کینه و کدورت ساختی؟ چی جور کردی تو از این دین؟ الله حشر میکنه. بنان قبل از که اما تنها حشر شویم و الله از ما خفه شود، الله ما را عذاب بدهد، برگردیم به سوی خداوند متعال توبه بکنیم. و حضرت آدم علیه السلام اشتباه کرد، فتاب علیه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. هر کس که اشتباه کرده و دمق وقت با اشتباه آمده اینا باید بدانند که روز میمیرند و قبل از اینکه بمیرند چیزی راه هست که اعلان بکنه که او برادرها، او طالبای عزیز ما، او شاگردای عزیز ما برای خدا متعصب نشد. امیر برشان بگوید او طالبای عزیز دین بسیار کلان است، را کوچک فکر نکنید. این دین به تعبیر مسیحیت نیست که باز برش میگه که پیسه بگیر مرا جنت روی کن. باز میگه که حالا جنت کجای نیست. و پسان که میبینه که در جیبش پیسه چی میگه؟ یک پایه میتونی ساد شد. اگر میگه کلیسا چیز این دین تو نیست. این دین بسیار کلان است، این جنت بسیار کلان است. بنان همه تو یک رجوع کنه به الله و بگوی که او عزیزایم هیچی نکنه. دوم چون معنویت ضعیف شد از این خاطر شیطان کنترل میگیره، عمل جام شیطان در اختیار میگیره. راهش است که ذکر الله را بکنیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء تؤتی الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر. بنان هیچ کس نمیتونه جایی که خدا به ما داده از ما بگیرد. هیچ کس نمیتونه. بنان چرا به خاطر ترس ما یک کسی را بکشم که نشوی چوکی مرا بگیره، نشوی حکومت مرا بگیره، نشو. از این خاطر ذکر الله را بکنیم تا اطمینان قلبی پیدا بکنیم. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خدا یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ذکرا کثیرا، بسیار زیاد کنین یاد الله را تا قلبتان مالامال پر شود که دنیا بسیار کلان است، رزق هم بسیار زیاد است، جنت هم بسیار کلان است و ما آمدیم تا مردم را به جنت ببریم، نه آمدیم که مردم را به کجا بریم؟ به دوزخ بریم. کار ما به دوزخ رفتن مردم نیست. سوم تقویه و خلوص نیت است. تقوا و خلوص نیت. ما تقوا را بیشتر بکنیم، خدا ترسی را در زندگی خود بیشتر بکنیم تا هم با خلوص نیت. یعنی کلگی ادعای تقوا را میکنیم. مثلا ما میبینیم یک تعداد کسایی را که تسبیح دراز دارن، خوب لباس سفید دارن، زبانش هم سبحان الله سبحان الله سبحان الله خلاص است، ولی خدا ترسی در وجودش نیست. صحیح شد؟ از الله نمیترسد. اگر غیبت میکنه هیچ نمیترسد، اگر مال کسی را میخوره هیچ نمیترسد، اگر حکم قتل یک کسی را میده بکشش. صحیح شد؟ نه؟ توهینش کو، تحقیرش کو، از خدا هیچ نمیترسد. در حالی که رسول علیه السلام طواف میکنه باز میگه که کعبه بسیار جایگاه بلند نزد خدا داره، ولی آبرو و عزت مسلمان نزد خدا از تو قدر محترم تر است. آبرو و عزتش. قتل خو بگذار. چطور میتونی که زود ور خطا شویم؟
روز یک کسی برای ما بود یک کلیپ رو یک نفر از دیگه کلان مجلس و طالبا فارغ شدن و طالب هم تو میگه هر کسی که گفت قال الله 25% یهودی است. هر کسی که گفت که قال رسول الله 50% است. هر کسی که مرا دلیل 70% یهودی است. یا سلام. اگر کسی گفت شرک و توحید 100%. من گفتم خدایا شر امیر رقم ملای ما را نگاه بکن. درس محبت نه، درس برادری نه، درس تسامح و چشم پوشی نه، درس از اینکه بیاین که به حبل الله یک جا شویم، درس از اینکه بیاین آغوش یک دیگر را قبول بکنیم. این درس نه، اینه درس. 4 تا رقم ملا داشته باشیم نیاز به شیطان نیست دیگه. سلام. دیگه تباه کردن، تباه میکنن. تباه کردن و تباه ما میکنن. بنان استاد ذکر الله را باید بیشتر بکنیم تا خدا ترسی در زندگی ما بیاید. تقوا را بیشتر بکنیم، خلوص نیت خدا بیشتر بکنیم و گپ آخری ما استادی که به الله مراجعه بکنیم. استعاذه به الله. همیشه به الله برگردیم. همین تعوذ را تنها دیچی نخوانیم. برای شیطان. در قرآن کریم که قرآن هر چی کار خیر بگویم اعوذ بالله. خدای با تو پناه میبرم. گاهی اوقات استاد شما که استاد تفسیر هستین گاهی اوقات این آدم میشنه الله متعال میفرمایه که یا ایها الذین آمنو ای مؤمنین ایمان بیاورید. منظور تجدید ایمان است که انسان هر لحظه باید به یاد الله سبحانه و تعالی باشه. کسی را میخوای توهین بکنی، کسی را میخوای تحقیر بکنی، کسی را میخوای بکشی، الله را به خاطر بیار که فردا به خاطری بازخواست میشی. انت فکر کن استاد نه یک کسی را کشتی به فتوای پوچت، به تعبیر پوچت، او را خو کشتی، او خو رفت. درست. زنش که یتیم میمونه و اشکش میریزد، دخترکش که گریان میکند، بچگکش که گریان میکند. تو میفهمی چی میشه؟ اتق دعوت المظلوم فإن ليس بينه وبين الله حجاب. چی کاری کردی؟ یک بار فکر بگو چی کاری کردی؟ او ایتام او آه ندارد به خاطر که با تو جناب بیالی مخالفت کرده، تعبیر تو را نپذیرفته، به حسب تعبیر تو زندگی نمی کند. درست. بسیار مشکل. من بسیار میترسم و افسوس میکنم به حالشان. از این خاطر میگم به خاطر خدا برگردین، به خاطر خدا توبه بکنین، به خاطر خدا این کینه و کدورت ختم بکنین. راه غلط تعقیب میکنین، دین غلط فهمیدین. دین با اختلاف علمی سقوط نمیکنه، بلکه با اختلاف علمی قوی میشه، نیرومند میشه، عظیم میشه. از این خاطر مذاهب ما را از بین برده. استغفر الله. بلکه قوی ما کرده، نیرومند ما کرده. و متاسفانه مردمی که از اینا یعنی چشم و گوش بسته پیروی میکنن، ما در طول 30-40 سال در افغانستان شاهد بودیم. او بیچاره که تو میگه که این است جنتی خمی است، شیخ الحدیث است، شیخ التفسیر است، لباس سفید است، تسبیح کلان در دستش داره، سبحان الله زیاد گفته میره و اینی خون اینی گپی از که قبول نکن، گپی که قبول میکن. خب این جناب عالی برش میگه و میکشه. دیروز همون کسایی که به خاطر به نام جهاد چپراستی مکتب میکشتن که در حکومت کمونیستی آمریکایی کار میکنه، خود همون کسا رو دیدیم که همون کسایی که همین دستورا رو میدادن به زیر دستای خود در کنار آمریکایی ها قرار گرفتن، در کنار کفار قرار گرفتن. پس مردم نباید چشم و گوش بسته. از این خاطر شیطان علیه لعنه یکی از کارهای بزرگش که گناه رو برتاسان میکنه. یکی از کارهایش هست همین گناه رو برتاساز میکنه. یعنی میگه که يعني تعجب إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول لهم گپی نیست. برو خدا میبخشه. تو گمش کو بعد از بعد ما خیر میخواستیم. زیشه ما در قتل از چی رو میخواستیم؟ خیر میخواستیم. در بیاب کردن از چی رو میخواستیم؟ خیر میخواستیم. نه خیر. از خاطر چون خیر میخواستیم برو بکشش. خیر میخواستیم توهینش کن. خیر میخواستی تو فکر بکن. یعنی تو فکر بکن استاد من بله.
کسی که برای ما بم مانده، ایره که یک کسی برش نگفته باشه که با بم ماندن از این به جنت میری والله اگه کار میکنه. زیرا این کسی که بم مانده ایره کمونیست نمانده، خب درست. ایره کافر نمانده، ایره کسی مانده که در گوشش بر جنت آوازش داده. مرا خدا نگاه کرد و یک کسی را ما از دست دادیم، یک کسی را از دست دادیم، والله افغانستان میارزید. مرد را از دست دادیم که دوشنبه پنجشنبه روزه میگرفت. مردی را از دست دادیم که در کار حکومتش یک روز برای شخصیش موتر استفاده نکرد. مردی را از دست دادیم که برای رسیدن خیر شب و روز را داده بود، شب و روز را داده بود. درست. والله یک روز دروغش ندیدیم، یک روز وعده خلافیش ندیدیم. شجاعت اخلاقیش، ایثارش، محبتش، همه یک الگوی عظیمی بود. شهیدش ساخت. چی جواب داره من نمیدونم. و تو مفت شد دیگه شهید شد، تو با جنت میری، ولی اگه بری جنت که 10,000 دفعه بگوی که تو راست تو راست، یک مفت است. از این خاطر استاد شیطان علیه لعنه کارش همیشه گناه را آسان میکنه و گناه که برات آسان شده دیگر کار میکنه. الله ما شما را نکاب بکنه. آمین. رب العالمین از شیاطین انسی و جنی ما شما را نکاب بکنه. رب العالمین سر ما رحم بکنه و با لطف کرمش دید ما را وسیع بسازد. فهم صحیح دین را الله نصیب ما بکنه. فهم صحیح دین را. ما همین گپ میزنم دیگه با دوستا وقت دیگه اگر چیز داشته باشه. امام حسن بلای شهید رحمت الله علیه بعد از اینکه حکومت خلافت اسلامی سقوط کرد، برای احیای مجد امت اسلامی بسیار یک چیز داره به نام ارکان بیعت. 10 چیز است. در رأسش میگه فهم. میخوای که ما کمک بکنیم برای احیای مجد امت اسلامی؟ تو میگه بله. باز میگه دین صحیح بفهم. بعد از اون چی رقم دین صحیح میفهم؟ 20 تا قاعده وضع میکنه به نام اصول 20. میگه ایده کلش بخوان. دیگه که بخوان یک چیز برات میگه تعصب نکن. تعصب نکن. همونطور میگه ما سلفی هستیم، ما صوفی هستیم، ما اینی هستیم، کلش هستیم. شما چی جور کردیم؟ چرا اختلاف میارن؟ چرا اختلاف را به این میکشن که خون یک مسلمان براتون آسان شد؟ الله هم ما را ببخشه. آمین. جناب استاد صحبت شما به اندازه شیرین است که نمیفهمیم وقت چطور میگذره. 10 دقیقه تا پایان برنامه داریم. 2 سوال داشتیم، 2 سوال بسیار مهم که مجبور برنامه سوم در مورد تعصب بریم. انشالله کافی باشه. انشالله. بینندگان عزیز و گرامی، شماره تلفن برنامه را عزیزان ما زیرنویس میکنن. از این لحظه به بعد دوستانی که در رابطه با تعصبات مذهبی اگر سوالی دارید از جناب حضرت مولانا می توانید که تماس بگیرید و بپرسید. دوستان عزیز خواهش میکنیم سوالات شرعی، سوالات در مورد مسائل روزانه‌ای که برای یک مسلمان هست نپرسن. انشاءالله از جناب استاد اگر وقت داشتن یک وعده میگیریم انشاءالله که در ماه رمضان یک برنامه فتوا سوال و جواب داشته باشیم. عزیزانی که سوالات شرعی دارن از طریق واتساپ بفرستن، سعی میکنیم انشاءالله جواب بگیریم از جناب مولانا. یکی از دوستان نوشتن که جناب مولانا آیا غیر از مذاهب 4گانه مذاهب دیگری فقهی هم وجود دارد در اسلام یا وجود داشت؟ بله استاد. یک موضوع که قبلا ما عرض کردیم، هیچ صاحب مذهب خود را به عنوان یک مذهبی که مردم بیاین را پذیرایی کنید کار کسی نکرده. هر مذهب شاگردایش او را نزد داده، پختهش کرده، قویش کرده، مبادیش هم مدارس را برساخته. از این خاطر ما مذاهب هدامه داریم. سفیان ثوری صاحب مذهب بود، امام اوزاعی صاحب مذهب بود، امام طبری صاحب مذهب بود و 10 علمای دیگر صاحب مذهب بودند. به تعبیر دیگر در هر مملکت که یک مفتی بود صاحب مذهب بود. یعنی انحصار در 4 مذهب نبوده اصلا؟ قطعا نبود. بنابراین انحصار بعد از سنه 300 طرف آمد. قبل بسیار زیاد مذاهب بودند که
اکنون هم ما در کتابا در متون مذاهب دیگر را عملا مدارسه میکنیم، میخوانیم به نام مذاهب هدامه و عملا در کتابا امام میخوانیم، خصوصا در تفسیر و در شروح حدیث ائمه را دیگر هم ما نظریاتش خوانده رو استیم. امام طبری خوبی صاحب یک منهج جالبی بود، واقعا جالب است. درست. جناب مولانا، کسی نوشته اگر یک جوانی با یک گفتیم سوالات شرعی نپرسیم، خب پرسیدن، با یک خانمی ارتباط داشته باشد بدون ازدواج و نکاح، نظر دین در موردش چیست؟ ارتباط داشته باشد، نشست و برخاست، ارتباط تلفنی، مشکلی که متاسفانه خیلی جوانای ما در این زمان گرفتارش است. با چیزی است که ضرورت به این نیست که ما جواب بگیم دیگه، واضح از اثر من الشمس بله. ناروا هست و اگر دوست دارن که چی کنن، عروسی کنن، خب به زودترین فرصت اقدام بکنن. درست. و اگر غیر از اون که دوری بگیره انشاءالله فی خیر. به این شکلی از این قضیه خود جمع بکنه. جناب مولانا، کسی پرسیده که اگر در مساجدی وارد شدیم که همه اهل آن مسجد طبق یکی دیگر از مذاهب اهل سنت نماز می‌خواندند، آیا نماز خواندن ما در آنجا جایز است؟ یا افعالی که اونها انجام میدن مانند رفع الیدین و آمین به جهر، اینا را امرای اونها بگوییم گناه دارد؟ خوب است که ما تاریخ حرمین را یک مرور بکنیم. بفرمایید. یک وقت در حرم شریف 4 نماز خوانده میشد، در هر طرف دیوالش یک مذهب بود. عجب. اول یکی میخوان، بعد که میره بعد دیگهش میخوان، بعد که میره دیگهش میخوان. هر کس خداوند متعال رحم کرد، امی گپ برداشته شد و یک نماز فعلا میخوانیم، ولی یک نمازی که میخوانیم یک سلسله ملاحظاتی هست که باید ائمه حرم را در نظر بگیریم. درست. بنان ائمه حرم اجازه ندارن که مثلا اگر دستش خون شود و وضو نگیره. درست است که خودش مثلا باور یقینش میشه که وضو نمیشه کنه. درست. ولی به خاطر اینکه در پشتش حنفی استاد میشه، او باید نمازش به تشویش نخونه، باید وضو بگیره و وضو میگیره. امام حرمین به جراب مثلا نمیکنه، ولو که نظرش هست میکنه، ولی وقتی که نماز پیش میشه کارو نمیکنه. میگه چرا تشویش پیدا کنم برای کسی که سرزی قضیه نیست. حتی میبینیم نماز تراویح را 20 رکعت میخوانند طبق مذهب کاملا 20 رکعت میخوانند. یعنی اساس این است که عالم گفتم که این روح امت اسلامی هستند، ستون فقرات امت اسلامی هستند. به یک عالم نمیزیبد، به عالم نمیزیبد کاری بکنه که سبب اختلاف شود. درست. او باید چنین نماز بخونه، چنین تعبیر باید بکنه که همه گیر در آغوش خود بگیره و مسجد را از همه مسلمانان بداند، اختلاف را دامن نزند، کینه را نپاشه، بلکه کینه را ختم بکنه. اخوت و برادری را باید در بین امت اسلامی باید بلندش بکنه و تقویش کنه. بله. سوال مهمی است. برادر ما مجیب پرسیدن که سوال من از جناب مولانای محترم این است که وقتی یک شخص تازه مسلمان می شود برایش کدام طریق یا مذهب را پیشنهاد نماییم، یا فقط همین که او ایمان با قرآن و سنت دارد برایش کافی است؟ طبیعتا یک توضیح خدمت شما عرض کنم، چون با تازه مسلمان ها زیاد من یک برنامه داشتم در رادیو به نام چگونه به اسلام هدایت شدم. میتونم بگویم که حدود 100% کسایی که در حدود 281 شخصیت را زندگیشان را بررسی کردیم، هیچ کدوم اینا انسان مذهبی نبودن، یعنی مقید به یک مذهب فقهی نبودن. با یکیشان دوست بودم، پرسیدم که خب تو چرا مثلا انتخاب نمی کنی یک مذهب، حنبلی، شافعی، مالکی، حنبلی؟ گفت اگر قرار بود من دنبال مذاهب بگردم، گفت من اصلا مسلمان نمی شدم. گفتم چطور؟ گفت ببین من مسلمان مثل شما بر نشدم که پدرت حنفی بوده تو هم حنفی هستی، اما چیزی که او گفته تو انجام میدی. گفت من رفتم قرآن خواندم. گفت من در 1 سال یک قرآن خواندم که تو شاید بسته عمرت نخوانده باشی. رفتم حدیث خواندم، بخاری را خواندم، مسلم خواندم. من به اقوال علمای مذاهب احترام قائل هستم. اونا انسان‌های بزرگی بودن و دین را برای ما فرموده شما آسان کردن، بیان کردن. اما یکی ما بگیم که من پابند فلان مذهب فلان امام هستم، نه. یک مسلمان پابند قرآن و سنت.
ببین استاد، ما این عرضم کردم، واضح گفتم که یکی حکومت است. درست. حکومت چون قوانین را تطبیق میکنه در جامعه، اون نمیتونه بی مذهب باشه. درست. اون مجبور است که یک تکیه‌گاه را برای قوانین خود باید وضع بکنه. بله. و تا با اساس از او، یعنی باب عبادتی استاد بسیار کم است. درست. یعنی شما به کتاب‌های فقه اسلامی که مراجعه میکنین، همین بخش نماز، روزه، زکات، حج، یک جلد هم نمیگیره. این طرف میری 12-13 جلد پیش میره. یعنی بخش معاملات ما، بخش خرید و فروش ما، بیع شفعه، بیع گپ است. او که میگه که من ضرورت ندارم خودم میگیرم، خودش ممکن نیست. این از نماز روزی که اون طرفش بکنی باز ایران میمونه که حالی کدام طرف برو. درست. صحیح شد. ما کوشش بکنیم که این را باید بفهمانیم که یک نفر دروغ نگویم. یک نفر نام مسلمان میشه دروغ کارش نکنه. درست. او را بفهمانیم که کل مسلمان ها لا اله الا الله که گفت مسلمان است. درست. بعد برای زندگی کردن خودش که چگونه از این قرآن و سنت خوب استفاده بکنه، هر کس تابع یک مذهب و یک روش یک سلوک هستن. بطور مثلا ما همین سلفی ها، برادرای سلفی را میگم، اینا خود از خود اصول داره. بله. این تو خود نیست که اصول نداشته باشه. یک سلسله زیربنا داره که به اساس از او تعبیر را از قرآن و سنت میکنه. درست. تابع هست. وقتی که میگه حدیث صحیح است، به چی اساس صحیح است؟ وقتی که میگه حدیث متروک است، به چی اساس متروک است؟ ولی از پیش پرسان بود که همین حدیث صحیح را تعریفشه، این سلفی کردن یا یکی از این پیشواهای از این مذاهب کردن. شما بخاری مثلا خلاص میکنه، برین پرسان بکنی که شروع بخاری کی کرده؟ ابن حجر اسقلانی کی است؟ پرسان بکنه که امیر رقم کسایی که 10 کتاب سر حدیث نوشته کردن کی هستن؟ بنابراین مذهب ضد قرآن و سنت نیست، بلکه در خدمت قرآن و سنت است. به او مسلمان نو گفته شد که من مسلمان هستم، کل مسلمان ها الحمدلله با هم برادر هستند، هیچ کس بر کس دیگری برتری ندارد مگر به تقوا و برای خوب زندگی کردن من تابع اینی مذهب هستم، تابع اینی روش هستم. خدا کتش غلطی نکنه، بگویه برش، بگویه من سلفیستم، بگویه من حنفیستم، بگویه من شافیستم، میره برش بگویه. بعد خودت مطالعه کن کدام روش میگزینی برای خودت هست. بنان هر کسی که مطالعه بکنه یک بعد عبادتی بسیار استاد محدود است، بسیار چیزی محدود است. بعدی که ما معاملات داریم این بسیار کلان است، بعدی که ما با اصلاح خانواده داریم این بسیار کلان است، بعدی که ما میراث داریم این بسیار کلان است، بعدی که ما جنگ و سلم داریم این بسیار کلان است، بعدی که نظام حکومتی داریم این بسیار کلان. این کلش در فقه شامل است و در اسلام شامل است و دیگه نمیشود که کسی بگه که نظر ما چطور است. ضرور متخصص نیست که به حد باید بره. درست. چون استاد خب سلفی هم میگن که ما مایتون نیست که مذاهب قبول نداشته باشیم، اما مثلا من اگر رفع الیدین میکنم بنابراین که امام شافعی گفته که رفع الیدین بکنین، رفع الیدین از مذهب شافعی میگیرم، 20 رکعت تراویح از مذهب حنفی میگیرم. یعنی خوبیای کل مذاهب همون چیزی که برای من 100% از قرآن و سنت ثابت شده باشه رو میگیرم. اگه سوال بکنم کدامش بد است، بدیات کجاست؟ صحیح شد نه؟ بد پیدا نمیکنه استاد. نه اونام نمیگن که بد است، الا انسان های جاهل که باشه. وقتی که میگن که ما این خوبی ها رو میگیریم، معنی اینه که بدی هم وجود داره، در حالی که بدی نیست. ما نظریات داریم، انتها بدیم که قول حسن و احسن پیدا میکنی، صحیح و اصح پیدا میکنی. درست. از خب بالا رفتن نمیتونی. بنا همین کاری که من میکنم که میگم این قول اصح است، امیر از کجا کردی؟ دو حالت پیدا میکنی، یا نمیدونی و یا میدونی. اگر میدونی اهلا و سهلا کی گفته که این کارو نکن، و اگر بگم که قرآن از روی بخوان امیر خونده نمیدونی. صحیح شده؟ بگم والضحی معنای چی است؟ نمیفهم. صحیح شده؟ تو اینقدر ضعیف هستی باز میگی که من پشت صحیح ترین قول میگم. این بسیار جالب است. چطور میتونی که بگی من صحیح ترین قول میگم؟ بنان سلفیت یک منهج است، مذهب نیست. او گستاخی نیست استاد که هر کس بگه که از این میگیرم از این میگیرم. یک سلفی نگفته که هر جایی که آسانی و خوبی است من میگیرم برام. یک کس نگفته، یه سلفی نگفته. در حقیقت یک تهمت است سرشون.
بنان ما روش حدیثی یا اهل حدیث از بعد چی داریم؟ از بعد اسلام داریم. چون مدرسهشان کوچک بود، از این خاطر در باب فقه هیچ چیز هم ندارن، کلش بسته است. در محدثین هستن، دمو کل چیزش بود. اکنون رشد کرده، اکنون صاحب یک تدوین شدن، صاحب یک فقه شدن، صاحب یک دستاوردهای شدن. شما مثلا اگه سلفی برزان بگید که اصول فقه تا بگو برام که برمیگرده به مذاهب 50 سال پیش باشه صحیح ندارن، اصول فقه را ندارن. نمیشود که ما تو بگیم برن کسی که میگه که من میگم دو حالت داری، یا میدونی یا نمیدونی. نمیدونی حق نداری، برو پیروی کن، مقلد هستی. اگر میدونی اهلا و سهلا. کی گفته که خدا تو ائمه را به ما زیاد بکنه که بتونن به اصلاح اصح را از صحیح جدا بکنه، حسن را از احسن جدا بکنه. بسیار خوشم میشه. بحثای تخصصی هست، انشاءالله الله متعال عمر بده که یک برنامه خاص در مورد فقه و اصول فقه صحبت بکنیم انشاءالله. وقت گذشت، بعد به طرف ما نگاه میکنن. تشکر میکنم از شما جناب حضرت مولانا عبدالسلام عابد. در خدمت شما بودیم، واقعا استفاده کردیم از سخنان زیبا و عالمانه شما. همچنین تشکر خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی که با ما همراه بودید، در مدت 90 دقیقه و بیشتر ما را تحمل کردید. انشاءالله فردا به یاری الله متعال انشاءالله باز هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بحث ما مثل این که طولانی شد. سخن پایانی در چند ثانیه اگر از دعای خیر ما را فراموش نکنم. جزاکم الله خیر. تا فردا که باز هم با نسیم رحمت مهمان خانه های شما عزیزان خواهیم بود. همه تان را به پروردگار متعال می‌سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جزاکم الله خیر. السلام. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.